ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби якум, гуфтори 12. تعلیمات اخلاقی زردوشت از ستایش نیکی و نیکاندیشی، راستی و راستکرداری، خیر و سخا و دیگر فضیلت‌های نیک انسانی سرمنشأ گرفته مضمون و ماهیت مختصری آن را جوهری سیگانه، پنداری نیک، گفتاری نیک و کرداری نیک بنیاد گذاشته است. موافق عقاید کیش زردشتی، انسان در عمل خود آخر الامر دو راه را پیش می‌گیرد: راهی راستی و نیکی که نگهبانش اهورامزدای جاویدانه و روشنمنیش است و راهی بدی و بدکرداری که نگهبانش اهریمنی ظلمت پیشه و سیه طینت می باشد. آدمی وابسته به میل و ارادهش می تواند از این دو راه یکی را بپذیرد و در تلاش میان نیکی و بدی، خیر و شر، تاریکی و روشنی، کرداری نیک و بد، گفتاری راست و دروغ و غیره خود داوری کند. نتیجه عمل به جنبست نهایی راهی پیش گرفته او در پایان عمرش، هنگامی که روح او به عالمی مینویی می رود، محصول جمله افکار و گفتار و کردارش از جانب فرشته ها در پایه عرش خدای عالی تبار اهورامزدا ارزیابی و داوری می گردد. هان ای مردم، چون شما خود راهی راست را نتوانید دید و برگزید، مزدا اهورا مرا داوری هر دو گروه، مزدا پرستان و دیو پرستان برانگیخت و به سوی شما فرستاد تا راهی راست را به شما بینمایم و همه با هم زندگی را بر پایه دینی راستین به سر بریم. مزدا اهورا خود مرا می شناسد و گواهی درستی آیینی من است. یسنا گاتی 31 بندی 2. ای مزدا، پیشوایان دیو پرستان با کرداری پر آسیب و گزندی خیش ما مزدا پرستان را بیم دهند. پیشوای دیو پرستان از من تواناتر است و با آیین تو دشمنی می ورزد. آنان که به دینی راستی نه اندیشند در روزی پسین از بهشت جاویدان بدورند. یسنا گاتی 31 بندی 8. آری ای مزدا، این پاداش آرزو شده را از کنیش و منیش نیک در زندگی جهانی به آنان که برزگرند و گله و رمه خوب پرورند ارزانی خواهی داشت. چی این در آیین توست ای اهورا؟ آن آیینی بخردی که از راستی کشایش دهنده برزگران و شوبانان است. یسنا گاتی 34 بندی 14.
متفکر، نویسنده و شاعری توانای هندو ربیندرانات تاکور که به زردوشت و تعلیمات جاویدانه او اخلاص و اعتقادی بی اندازه داشت، در ستایش این پیامبری راستی و عدالت گفته است: زردوشت در تاریخ بشر نخستین کسی است که دین را به یک شکل اخلاقی درآورد. زردوشت بزرگترین پیغمبری است که در آغاز تاریخ بشریت ظهور نمود و به وسیله فلسفه خود بشر را از بار سنگین مراسم آزاد ساخت. تعلیمات زردوشت در عصرهای من بعده به کشورهای مشرق و مغرب دامن گسترده به انکشاف حکمت و فلسفه، دین و آیین و اخلاق و معیارهای اخلاقی تمدن بشری تکانی مثبتی داد و در اقصای عالم معتقدان و پیروان خود را پیدا نمود. آیین زردوشت که در آسیای میانه به ظهور آمده بود، در زمان هخامنشی ها به ایران و باز دورتر به طرفهای غرب پهن شده، بعدها تا زمانی تحت اصطلاح عرب ها واقع گردیدن ایران و آسیای میانه مذهب دولتی ایرانی ها قرار گرفت. هنوز در عصر 5 پیش از میلاد در شهر ممفیس مصر معبد خدای ایرانی میتر وجود داشت. در دوره امپریای ریم پرستش میتر در بسیار مملکت‌ها رسم گردیده تا جزیره‌های بریتانیا رسیده بود. دانشمندان یونان قدیم از آیین زردشتی به طور کلی بلد بودند که راجع به آن رساله‌های مخصوص هم تألیف نمودند. مثلا ارسطو درباره مخها اثری آفریده است که تا دوره ما فقط بعضی پارچه‌های آن باقی ماندند. همچنین نوشته‌های پلوتارخ، دیاگین لایرتی و دیگران دایر به دین زردشتی معلوم است. مورخ لیدی عصر 5 پیش از میلاد کسانف، مورخ بابوری بیراس، فیلسوف بیبلی فیلان و بسیار دانشمندان دیگر نیز به زبان یونانی قدیم درباره زردشتیه اثر ایجاد کردند. آیین نامه‌های اساسی زردشتی به سیستم فلسفه یونانیان قدیم تأثیر معین رسانیدند. تعلیمات اخلاقی و دینی زردشت راهی بود که پیروانشان را به زینه بلندتری تمدن بشری هدایت می کرد. ترغیب یک خدایی و بالاتر گذاشتن اهورامزدا از تمام ایزیدان و فرشته ها قبل از همه غایه تأسیس دادن دولت یگانه متمرکز و توانا را پیش گذاشته، متحد شوی قوم و قبیله های پراکنده را تحت یک مقصد عمومی، زندگی تنج و آسوده حالانه، روزگاری پرسعادت، مهنت و سازندگی و غیره هدف نهایی خود می‌دانست. عنصرهای گزاریدن نماز 5 وقته در دوام روز و ستایش و نیایش یزدان پاک نیز از زمان زردشت ابتدا یافته است. تا رسیدن آیین زردشتی از روی عقیده اوستاشناسان در میان پیروان آیین سابقه مزدا پرستان هنگام طلوع خورشید، نیمروزی و لحظه های غروبی آن ستایش و نیایش آفتاب و آتش معمول بوده است. زردشت به این آیین بعضی سنت های علاوگی را افزوده، طهارت کردن، جای طاعت و عبادت را پاک داشتن و غیره، پیروان خود را به پاکیزه داشتن جسم و روح تلقین می نمود. بدین وسیله طرفداران او صاحب 5 وقت نماز شده اند. از احتمال دور نیست که حامیان دین اسلام هم از این تقسیمات دین زردشتی خلاقانه استفاده برده اند. در آخر می توان قید کرد که بعضی عنصرهای دین زردشتی از قبیل مکروه نکردن آب و خاک و آتش، عملی ناسواب دانستن کشتن چاروای نورس و دجان،
در عین نشأ و نما یا حاصل گناه دانستنی بریدنی شاخی درخت، به خانه عروسی نو یا طفلی نوزاد راه ندادنی کسی شوم قدم و بدنفس، تنها نگذاشتنی عروس و داماد هفته های اولی خانداری، دود کردنی 1000 اسپند برای رفع جوک و جانزاد و ده ها مثال دیگر از آن گواهی می دهند که امروز هم زردوشت با آیین راستین و منیشی نیک و ذکر عملهای خیرش در هر خاندانی ملتی فرهنگ دوست و خیرت پروری تاجیک آشیان دارد و در فرجام تمنای آن را داریم که زردوشت این پیامبری عدالت و راستی در آغاز شاهراهی 1000 ساله سیوم نیز به وارثان تاجیک زبان و آریایی نهادش با اندرز و حکمت و فلسفه جاویدانه خود پشتیبانی و راهنمایی کند. قنات مرد و ستون پایداری دولت. از سالهای کودکی مردی را می دانم که اسب باز و اسب پرور بود. اسبی سمندی داشت، بالا بلند و پیشان قشقه و چشمانش چون چشمان آهو بازینگر. مرد این اسب را از آوانی تای کره بودنش دستاموز و پرورش نموده به تقلید رستم داستان رخش نام گذاشته بود. تای از سالهای اول به مرد آنقدر انس گرفته بود که از دنبالش به هر کجا می رفت و در آستان خانه ایستاده ساعتها برآمدن صاحبش را انتظار می شد. این مرد اسبش را طویله نمی کرد و بر گردنش بند هم نمی بست. هرگاهی که رخش گفته آواز می داد اسب سمند در کجایی باشد آواز صاحبش را شنیده سویش می آمد. وقتهایی که فصل تیرماه سردتر می شد مرد به سمندش سوار شده سوی تپه ها می دواند و به اسب مشق دویدن می داد. ما به تماشای مشق او هوس داشتیم. مرد با مهمیز پای، زدن دست و بلند کردن آواز دویدن اسب را سست و تیز می کرد. در سری شستی دویدن چپ غلط انداختن را یاد می داد. رخش به جوانیش نگاه نکرده در موسم اولی بزکشی نام برآورد. عجیبش آن بود که هنگامی خم شده از زمین برداشتن بوز اسب هم قدری خم می شد. چاوندازها را عقیب گذاشته و چپ غلط انداخته صاحبش را به جای حلال کنی می رساند. مرد چندان چاوندازی نامدار نباشد هم با شرافت اسب مشق دیدهش قریب بوزکشی نبود که 2-3 بار برار نکند. خریدارانی رخش تا رفت می افسودند تا جایی که یکی از طلبگاران به این مرد ماشینی والگا پیشنهاد نمود تا بر عوض آن اسبش را بگیرد، ولی مرد تکلیف او را رد نموده گفت که من اسبم را به 10 ماشین هم نمی دهم. از میان چند سال گذشت و با امری سروری آن وقته اتحاد شوروی نیکیتا خروشوف معرکه های اسبگیری آغاز گردید. آدمان را مجبور می کردند که به عوض پولی ناچیزی اسبهایشان را برده سپارند. آوازه‌ای بود که این اسبها را کشته گوشتشان را در یخدانهای کلان ذخیره می کنند. مرد سمندش را سوار شده کجای غیب زد و هفته‌ای نبود که نماینده های مسئول ناحیه برای بردن اسب او نآیند، ولی آنها اسب و صاحبش را نیافته ناامید باز می گشتند. از قضا
نقشه سپردن اسب بود نشد، یا راهبری اولی ناحیه به قهر و غضب آمد که چند سواره به کافتن این مرد یک رو و اسب سمندی او برآمدند. عاقبت اسب و صاحبش دستگیر شد. منظره‌ای به ماشین بار کردن اسب و ناله های صاحبش خیلی الم‌انگیز بود. اسب را بردند و صاحبش از دنبال سمند به عرض و دادخواهی برآمد. او تا کجا رفت و نرفت چندان نمی‌دانم، ولی همینش به یادم مانده است که در لبان این مرد دیگر خنده را نمی‌دیدیم. بچه ها می گفتند که او به تپه های بی آدم برآمده در حسرت سمندش زار زار می گرید. هنگامه های اسبگیری و فراوانی گوشت گذشت، ولی هنوز هم شیهه رخشی کمند پیچ و ناله های صاحبش در گوشم صدا می دهند. سالها می اندیشیدم که مهر و اخلاصی مردمی تاجیک به اسب از کجا سر شده باشد. می دیدم که با وجود همه ستیزه های معنکنی پروریش اسب، مردم باز از کجای بیتل و تای یافته آن را قریب پنهانی نگاه و بین می کردند. این امری بالا که بر روزگاری مردمی کهنشینی ما سازگار نبود چندان دیر نپایید. باز اسب زیب خاندانی مردی تاجی گردید، ولی عاقبت‌های ناگواری آن عملی مرد کوش تا کنون چون زخمی دردناکی در سینه‌های مردم باقی است. واقعاً زندگی مردمی تاجیک طرزی صورت گرفته است که آن را به اسب و اولوهای سواری تصور کردن مشکل است. نیاگان ما از قدیم می گفتند که اسب خوب و زنی خوب قنات مرد است و شاید این حکمت از آن سر زده باشد که اسب در طول 100 ساله ها و 1000 ساله ها یار و یاوری بی بدلی خلق تاجیک بود. لحظه هایی که دشمن حمله می آورد، گردان و رزماوران سوار اسب‌های جنگی راه میدان نبرد را پیش می گرفتند. استقلالیت و آزادی و هر وجب خاکی وطن را حفظ می کردند. صدای شیهه‌ی پرغلغله اسبان با آوای برخوردن شمشیر و گرز و عمود و نیزه پهلوانان برابر بلند می شد که تصویری این میدانداری و کارزارها را کسی از فردوسی و شاهنامه جاودانه او بهتر به قلم نآورده است. گویا اسب‌های رزماور در صف جهان پهلوانان برای حفظ کشور تلاش می ورزیدند. اسب در طول عصرها قنات مردان رزماور و دهقانان خاک پاش بوده، رمز استواری دولت و آسودگی کشور به شمار می رفت. ذات اسب‌های پاچه دراز و بیدوی باختری برای وسعت یافتن و استوار شدن دولت و دولتداری باختری قدیم و تشکل ملت تاجیک خدمتی را انجام داده است که زورق‌های بادبانی فینیکی ها و یونانیان برای پیشرفت بحرنوردی و انکشاف تمدن و دولتداری یونان و فینیکیه کرده است. اسب‌های باختری اردوی لشکری سواره را پدید آورد، باعث تکمیل یراق‌های جنگی گردید، اصولهای جنگ و صنعت لشکرکشی را توسعه بخشید. به قول بابا جان غفوروف در هزاره یکی پیش از میلاد در آسیای میانه و دشت‌های اورو آسیا سواره وزنین سلاحی جوشن پوش، کلاه خود بر سر و برگستوان در اسب تمثال مردی مسلح گردیده بود. بعدتر این نوع اسلحه‌جات در ایران و آسیای پیش هم پهن می شود که
موجودیت آن در این محلها به وسیله سندهای آخر عصر 5 پیش از میلاد تصدیق گردیده است. اسب‌های باختری در تاریخ دولتداری باختری قدیم نقش خیلی بزرگ بازیده برای وسعت دادن حدودهای سرحد، مطیع نمودن کشورهای همسایه، زده‌گرداندن هجومهای اجنبیان، تأسیس دادن اردوی لشکری سواره و غیره مساعدت نموده است. محض همین اسب‌های باختری بودند که لشکرکشی و کشورکشایی ها تا حدودی سرزمین هند و چین وسعت یافت. محض همین اسب‌های باختری بودند که سرزمینی در چارسوی لشکرکشی ها قرار داشته باختر را از حمله پی در پی دشمنان ایمن داشت. محض همین اسب‌های باختری بودند که انکشاف تجارت و اقتدار اقتصادی مملکت را پشتیبانی نموده باختر قدیم را در صف دولت‌های ابرقدرت مصر و بابل و آشور گذاشتند. شاهراه لاجورد و دیگر راه‌های کاروانگذر را به کشورهای مشرق و مغرب پیوستند. محض همین اسب‌های باختری بودند که در علم لشکرکشی استراتژی حمله برقوار را افزوده در صنعت جنگ صحیفه‌های نو گشادند. در آسیای میانه قید می‌کند اکادمیک باباجان غفوروف، از روی نوهای قشون با قسمها جدا کردن قوه‌های عسکری معمول بود. هر یکی این قسمها علاهیده صف آراسته بعضاً در وقت هجوم به هم جفت می شدند و پسی هم قرار گرفته قوه بزرگی حمله آوری را تشکیل می دادند. در برابر این باز یک اصول تکتیکی عقب نشینی استراتژی موجود بود. قشون سواره در وقت هجوم یک باره عقب رفته از سمت دیگر برقوار ضربه می زد. عموماً رمز هجوم با فرو ریختن سیل قشون سواره سر می شد که مدافع کنندگان آن را اول از دور با تیر و نیزه پیشواز گرفته، ثانی بعد تماما نزدیک شدن به حمله قطعی می گذشتند و نهایت تن به تن جنگ کرده دشمنی رو به گریز نهاده را تعقیب می نمودند. در لحظه حل کننده قوه احتیاطی به میدان در آورده می شد. سرچشمه های قدیمه به هنری جنگی سکایی ها ارزشی بلند دادند که این را در وقت جنگی ضد فارس یونانی ها خیلی خوب احساس نموده بودند. بعدتر خود اسکندر مقدونی هم بارها نخستین مرتبه در سری محاربه نزد گوگمل وقتی که اسکران سکایی و باختری قشون پیشاهنگ اسکندر را به فرار مجبور کردند به این باوری حاصل نمود. قشون‌های سواره باختری و سغدی از اصولهای گوناگونی تکتیکی حمله آوردن و مدافع نمودن کار گرفته صنعت لشکرکشی و محاربه های جنگی را علل خصوص در دوره استیلاگری های اسکندر مقدونی به پایه بلند می رسانند. قهرمان خلق تاجیک سپیتامین که امروز با نام او آردین عالی شجاعت جنگی تأسیس داده ایم، با دسته سواره های 600 نفره خود به اردوگاه های دشمن پیوسته شباخون زده و حمله آورده یک روز هم لشکری توانای اسکندر را در مرزهای باختر و سوخت آسوده نمی گذاشت. هر قدری که اسکندر مردان جنگی و سواره های باختر و سوخت را نابود می کرد، آسیان را به قتل می رساند، در سری راه حریفانش استحکام های حربی و شهرهای مدافعی می ساخت، مقابلیت سپیتامین و طرفداران سواره او را شکسته نمی توانست. اسب‌های تیزتک و جنگی باختریان و سغدیان
گویا قناتی پروازی آنها بود و این سواره های بیباک از 4 طرف و صفی لشکری بیشمار و وزن یراق اسکندر ضربه های جانکاه میزد. تفصیلات و واقعه پردازی را مختصر کرده همین را می آریم که اسکندری مقدونی بعد 3 محاربه بزرگترین تاریخ بشر، محاربه های گرانیکا، ایسا، گوگمیل، در دوام 4 سال قریب تمام قلمرو امپریای ابرقدرت فارس را با مملکت‌های مصر، بابل، آشور، فینیکیه و کشورهای آسیای خرد ضبط نموده مرکز دولت مغلوب ناپذیری هخامنشیان پرسپولیس و بزرگترین شهرهای آن را خیلی به آسانی به دست آورد. در حدودی باختر و سوخت باشد و مقابلیت غیری چشم داشت و جنگ‌های شدید روبرو شده قریب 4 سال عمرش را برای فتح این دو ولایت نچندان بزرگی قلمرو فارس ها و شکست مقاومت سواره های انتقام جوی صرف نمود. برای قیاس می توان افزود که امپریای ابرقدرت فارس 21 والیگی سترپی داشت که سرزمین باختر و سوخت می توانست در حدود والیگی مصر بگنجد. اسب‌های باختری از جمله قدیمترین ذات اسب‌های سواری و جنگی آسیای میانه به شمار می رفتند که اصلاً دستآموز و آفریده نیاگان مردمی تاجیک بوده است. گرچند درباره تاریخ پیدایش، زینه‌های تشکلیابی و پدید آمدن ذات اسب‌های باختری معلومات دقیق و مفصل نداریم، ولی می کوشیم که از روی شهادت مورخان و سالنامه نویسان و سیاحان و واقعه نگاران، همچنین از روی باقی مانده تصویرات قصرهای شاهان، مصوره های آثار نفیسه، نقش روی سنگ و دیوار نگاره ها و غیره معلومات های پراکنده دسترس نموده آن را تا جایی به تنظیم درآوریم. پرورش اسب و گرفتن نسل تکاورهای خوش‌ذات و بدوی جنگی در باختر قدیم یکی از عملهای پسندیده نیاگان تاجیک بوده است. اسب تا جای در میان این مردم قدر و قیمت داشت که در اوستا نامهای فرشته کلی چارپایان، گشورون، فرشته نگهبان اسب، دیوان اسب ذکر شده، مورد پرستش و نیایش قرار می گیرند. آریایی ها اسبان تیزدو را ذات الهی نامیده، با نام آنها فرشته دیوان اسب را در اوستا آفریدند. شنونده های گرامی، شما گفتار 12 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.